سلام، خیلی خوش اومدید به اولین ویدیوی من. توی این ویدیو قراره داستان ترسناک واقعی که دوبله کردم و با هم ببینید. قبل از هر چیزی سابسکرایب کنید و لایک هم بزنید و زنگوله رو هم بزنید. من این ویدیو رو این کانالی که سمت راسته برداشتم دوبله کردم. بریم برای ویدیو. هرگز طرفدار برنامه‌های دوستیابی نبودم، اما بعد از جدایی آخرم دوستان پیشنهاد دادند که تیند را امتحان کنم و گفتند که این کار زندگی دوستیابیم را دوباره زنده و سرگرم کننده می کند. گشتوف کردن توی فضای برنامه پسرهای مختلفی رو می دیدم، ولی یکی از پروفایل ها واقعاً توجهم را جلب کرد. یک عکس از چشم بود بسیار نزدیک گرفته شده و بر روی چشمهای آبی نوشت: از رو کنجکاوی خالص. من به سمت راست کشیدم. ما با هم ارتباط برقرار کردیم و در نهایت گفتگوی ما را به ملاقات حضوری کشاند. بعد از کمی قهوه در یک محل نزدیک آپارتمانم، ایتان از من دعوت کرد تا برای شام به آپارتمانش بروم. در حالی که ما در نور شمع‌های در حال لرزش شام می‌خوردیم، نتوانستم از تحسین چهره ایتان خودداری کنم. فک تیزو برجسته‌اش باعث شد قلبم تندتر بزند. پروفایل تیندر او نتوانسته بود شدت چشمانش را به اندازه کافی نشان دهد. مغناطیس غیر قابل در مورد او وجود داشت، تاریکی که مرا هم دفع می‌کرد و هم جذب می‌کرد. گفتگوی ما به طرز عجیبی خوب پیش رفت. ما سر ادبیات ممنوع ارتباط برقرار کردیم. او سر عشقش به ادگار آلن پو صحبت کرد، شعرهای ترسناکی خواند. با پیشرفت شب ایتان پیشنهاد داد که به بالکن برویم. چطور است که کمی هوای تازه بگیرم؟ تو از منظره اینجا خوشت میاد. بالکن کوچک شلوغ احساس عجیب و غریب و بسته‌ای داشت، اما لبخندی ایتان پسرانه و فریبنده مرا راحت کرد. منظر از بالکن بد نبود. چراغ‌های شهر زیر ما شبیه الماس‌های پراکنده به نظر می‌رسیدند. اما چیز بسیار عجیب در هوا وجود داشت که باعث شد بینیم را بگیرم. چیزی بوی گوشتی می‌دهد. غیره می‌گفتم و متوجه شدم که یک کباب کن پوشیده شده در گوش است. ایتان با خنده ترسناک گفت: صدای تو خالی که باعث شد که بترسم و تعجب کنم. فقط یک همبرگر کوچک است. او اینو گفت. صدایش خیلی مهیب بود. ایتان با لبخندی زیر لب گفت همبرگر با دستور پخت خانوادش. او درپوش را برداشت و یک پتی سرخ شده نشان داد. معده‌ام پیچ خورد. همبرگر به طرز عجیبی تیره به نظر می رسید. لبه های آن سیاه شده بود. ناگهان متوجه چیز دیگری شدم. بر روی همبرگر یک رشته بلند، موهای بلند دور آن پیچونده شده بود. وای، این چی بود؟ من زیر لب گفتم فکر مکنم مرا بیمار می کند. با عقب رفتم. ناگهان لبخند ایتان ناپدید شد. چشمانش تنگ شد. شخصیت جذابش با درخشش سرد و خطرناک جایگزین شد. این درخشش خطرناک در چشمانش بود. قول میدم که تو طعم آن را دوست خواهی داشت. فقط یک بار امتحانش کن. مونیکا. این کلمات موجی تازه از ترس را در وجودم ایجاد کرد. من حال خوبی ندارم، باید بروم. تو نمیتونی. او با صدای خشن اینو گفت و با قدرت زیاد دستمو گرفت. داری چی کار میکنی؟ من فریاد زدم و سعی کردم خودم را آزاد کنم. او باشم گفت نمیبینی؟ چهرهش حالا ترکیبی از خشم و ناامیدی بود. برای ما مقدر بود که برای همیشه با هم باشیم. بوی بد هوا با ترس خالص شدت گرفت. من خودم را آزاد کردم. به عقب رفتم و بر روی زمین یک سطل فلزی افتاد که در گوشه بالکن قرار داشت. به پایم گرفت. این سطل با صدای بلندی به زمین خورد و محتویات وحشتناک آن را نشان داد. یک جمجمه سفید با چندین استخوان بلند. ایتان دوباره خیلی خشمگین شد. گفت مونیکا غذا رو خراب نکن. اما این بار من آماده بودم. با یک انفجار آدرنالین، یک کفگیر فلزی که روی کباب پز داغ بود، برداشتم و به سمت ایتان زدم. صدای ضربه به استخوان ایتان در دل شب طنین انداز شد. ایتان به زمین افتاد و یک نفس خفه از دهانش خارج شد. من به اون خیره شده بودم. کفگیر در دستانم میلرزید. دوباره داشتم حالت تهوع میگرفتم، اما این بار با یک درک وحشتناک مخلوط شده بود. همبرگر، استخوان‌ها، کلمات ایتان، همه چیز در ذهنم جا افتاد. اون فقط یک روانی نبود. اون یک هیولا بود که نمیتوانست رد شدن را تحمل کند. و من در حال تبدیل شدن به یک ورودی دیگر در مجموعه تاریخ‌های دور انداخته بودم.
مبهوت و لرزان به سمت لابی بیرون آپارتمانش دویدم و با شماره 911 تماس گرفتم. تصویر چهره پیچیده ایتان و محتویات وحشتناک سطل ذهنم رو درگیر کرده بود و انگشتام میلرزید تا شماره گیری کنم. ایتان تا زمانی که پلیس رسد بیهوش ماند. گروهی از آنها وارد آپارتمانش شدند در حالی که من توسط امدادگران بیرون برده شدم. اما حتی در میان نورهای چشمک‌زن بازم میترسیدم. روزهای بعد مثل حال بود گزارش‌هایی درباره دستگیری ایتان هیاهو می‌کردند. پلیس یک اتاق پنهان در آپارتمانش پیدا کرده بود که پر از بقایای زنان جوان بود. هر کدام با ایتان در برنامه‌های دوستیابی آشنا شده بودند. هر کدام فریب خورده بودند. به عنوان تنها شاهد زنده. داستان من گواهی ترسناک است بر هیولایی که پشت یک ظاهر جذاب پنهان شده بود. با این حال بخشی از ذهن من همچنان آشفته بود. بوی ماندگار و آن خنده‌های وحشتناک را کابوس می‌دیدم. تکرار کلمات ایتان میگفت ما قرار برای همیشه با هم باشیم. این یادآوری دائمی بود. از شبی که از مرگ فرار کردم در اون بالکن که در نور ماه غرق شده بود.